وارد سیاست شده بودم در همین زمان هم دوستی من با صادق هدایت گل کرده بود. ولی چون الان داریم موضوع نویسنده انجمن ایران روسیه، من اینجا گاهی مثلا جست میزنم اما دو مرتبه به اصل برمیگردم. خواهش می‌کنم. شما روزی در خانه غلامعلی فریور من دوست زمان کودکیم بود و در مدرسه فرهنگی روی نیمکت اول کلاس اول نشسته بودیم آشنا شدم و این دوستی ما تا امروز ادامه دارد. ایشون به فرنگ رفت. آقا درس قبل گفتی راجع فریبر. خب ولی خب بعد مدیر کل شد، وزیر شد، سفیر شد و فلان شد. دوستی ما هنوزم برقرار است که 2 سال پیش وقتی همدیگر رو دیدیم مدتی همدیگر رو بوسیدیم و گریه کردیم. بله، یک کتابی من اونجا دیدم به اسم پروین دختر ساسان. این کتاب رو گرفتم و خونم ببینید حالا چقدر نقص داره. الان میرسیم به صادق هدایت. من کتاب پروین دختر ساسانی رو برداشتم و خواندم و دیدم و تشخیص دادم که این کتاب با آنچه در اون زمان در مطبوعات و در میان کتابخانه‌ها رواج داشت از زمین تا آسمون فرق داشت. این یه آدم دیگری است. در اون زمان مثلا تهران محبوب مشفق کاظمی که بعدها سفیر شد و از نویسندگی دست برداشت. یا مثلا من هم گریه کردم، نمیدونم مال کی بود، در می آمد. و اما این کتاب چه دیگری بود؟ مسئله تاجر مطرح کرده بود و اینکه چقدر عرب ها اسلام به ایران ضرر رساندن. از غلامعلی پرسیدم که این صادق هدایت کیه؟ گفت این بسیار آدم خوشمزه است، باید تو رو با او آشنا کنیم. چند روز بعد با هم در این سال 1309 نخیر آقا اساس ده آقا به دلیل که پروین دختر ساسان 1310 چاپ شده. خب بله مگه که دست نوشتهش خونده باشید. نه من پروین دختر ساسان رو تا اونجایی که در پاریس نوشته هدایت دست نوشته شو چاپش رو در ایران کرده. بله 1909 بس 9 ولی من تاریخش 10 دارم، ممکن من اشتباه باشه. در صورت 1909 خوندین. من پروین دختر ساسان تازه شاید مثلا در اومده بود. چند روزی ممکن در اومده بود. بله. با هم در خیابان ناصریه میگذشتیم که او رو در کتابخانه‌ای دیدم. که دارد کتاب می‌خواند. فریور من رو به او معرفی کرد. او با فریور قبلا دوستی داشته. اینا هم دیگر در پاریس میشناختن. بعدشون دانشجو بوده. بله درست. هدایت هم دانشجوی دولتی بود. بله. که بعد قرار بود دندونسازی بخونه نخوند و مجبور شدم که بیاد ایران. فریور برق خوند و مهندس شد. کارش تموم کرد که تو کتابخونه گفتین آقا معرفی کرد شما رو به صادق هدایت. من هدایت من رو جدی نگرفت. اصلا گویی متوجه گفته های من نشده است. با شوخی و لودگی گذرانم.
چون میخواستم با این آدم آشنا بشم خودم رو وارد مرحی کردم. گفتم آقای هدایت، من به شما ارادت دارم. پروین دختر ساسان را خواندم و با موضوع آن موافقم و خوشم آمد که کسی برداشته و چنین موضوعی رو مطرح کرده است. من شیفتی آن شدم. هدایت باید به شوخی گذرم و گفت پس شما هم اهل معرفت هستی؟ گفت آقا بنده اهل معرفت نیستم، ولی منم گاهی یه چیزایی نوشتم و چقدر دلم میخواد که با شما آشنا بشم و بدم به شما بخوانید و از این خوشش آمد. گفتش که من هر روز بعد از ظهرها در کافه ویکا در میدان مخبر دوله یا کافه لاله‌زار یه جایی می‌نشینم، یه قهوه‌ای چیزی می‌خورم. اگر بیایی میتونیم اونجا با هم صحبت بکنیم. من از این پیشنهاد خیلی خوشحال شدم و آمد شد من با صادق هدایت از این کافه شروع شد. البته من در اون زمان نمیدانستم که این چقدر خوددار است و هیچ میل ندارد که بصیرت و دانایی به اطلاعات خود را و تیزبینی خود را به رخ کسی بکشد. من حد زدم که خوشش آمد که من چیزایی نوشتم میخواهم برای او بخوانم. خب خیلی خوشحال بشد. ولی من همونطور گفتم کوتاه نبود، بی اندازه فروتن بود و چیزی که ابداً چیزی که بدان نمی نازی فهم و دانایی خودش بود. با هم قرار گذاشتیم که همدیگر رو در کافه ویکا بودش. ویکا من نمیدونم کجا آمد اون تو نادری توی چهار مقل دوله گمان می کنم که این برخورد در سال 1900 که تا صادق هدایت تازه به ایران برگشته بود. از آن زمان تا سال 1316 که من به زندان افتادم هر روز و گاهی هر روز جمعه با او هم صحبت بودم و من به زودی شیفته او شدم. واقعا مفتون صادق هدایت شدم. دو چهره داشت. برخی مزاح و متلک‌های او را می‌دیدم و کنایه و اشاره‌های شوخ و زننده او را و تصور می‌کردم که فقط آدم بدگویی است و با برخی جدی و متعصب و یک دنده بود، به این معنا که از هر گونه پستی و زشتی و رذالت از هر ناحیه‌ای که بود بیزار
بینمود. گاهی تحمل نمی‌کرد وقتی پستی و درویی و دروغگویی و تقلب رو میدید، از جا بر میخواست بی خداحافظی از هیچ کس اون جایی که بودن ترک میکرد. در کافه بودیم، یک مرتبه بلند میشد میگفت یاهو و میرفت. بعدها رو دوبار در حال خشم و تنفر دیدیم که از مراتب ادب که از اوصاف خانوادگی او بود فراتر رفت و در حضور زنها فحشای رکیکی داد. چشماش درشت میشد، سرخ میشد و عرق میریخت و هرچی دلش میخواست میگفت. معلوم بود که دیگر نمیتواند بیزاری خود رو پنهان کند. به کی پشت داده بود آقا؟ یعنی در ارتباط مسائل اجتماعی بود الان این متن پیش زنان آقا؟ من نخواستم صریحاً بگم. صحبت از مصطفی مینوی بود که در بعضی نوت‌هایش در BBC مدح اسلام رو گفته بود. اون زمانی رفته بود لندن آقا؟ بله بیرم. نه خواستم بگم مسائل نه اصلا مسائل اجتماعی و چیش بود؟ تحمل تملق و مجیدگویی از اسلام رو نداشت، میلرزید و نمیتوانست خودش رو تحمل کنم. من گفتم که در حضور زنها فحشای رکیک بودم. ما دفعه دومش چی بود؟ گفتیم 2 مرتبه. آقا ایش بکنم. ما آرام بودیم، اما آرام میکردیم. میدونست که با دیگر با او نمیتوان در افتاد، نمیشود او را آرام کرد. یعنی دیگر نمیتوانست بر بیزاری خود تسلط پیدا کنم. و وقتی که سکوت ما را میدید، ناگهان آرام میشد و بعد با یک شوخی و مطلق مجلس را گرم میکرد. ما چاره نداشتیم، خاموش میماندیم. یعنی تا اونجا که میدانستیم فقط از این راه میشد فقط او را آرام کرد. حال خودش واگذار میکرد و او همین که سکوت ما را میدید آرام میشد. و حال عادی برمیگشت. محفل ما در کافی وکا و چهارراه مختلف داریم و یا کافی لاریزان همواره گرم و شوق‌آور بود. از جمله کسانی که آنجا همیشه حضور داشتند مصطفی مینوی بود که او را از پاریس میشناخت
برای که مجتبی مینوی زمانی بفرمایید. مجتبی مینوی بود، بله. مسعود فرزاد بود، بله. عبدالحسین نوشین بود و حسن دردبی و گاهی مینباشیان ویولون زن و رئیس ارکستر که در من او را از آلمان میشناختم. رئیس مدرسه هنرهای زیبا بود اون موقع ها. هنرهای زیبا داشتیم، مدرسه هنرهای زیبا، کنستشوله اسمش بود، هنرهای زیبا، موزیک شوله، هنرهای زیبا دیگه در واقع، موزیک. بله. و بعدها پرویز خاندری هم به این جمع اضافه شد و چند با بادنجان دور قاچی که می آمدن تا سبزی پاک بکنن. این یک محفل ادبی بسیار پربار بود. آقای علوی، جلسه قبل بوده راجب آقای مجتبی مینوی. موقعی که ما 4 نفر با هم شدیم، زمانی بود که مینوی تازه از لندن برگشته بود. چون شما اسمی از رفعه آوردید، پس بذارید من بگم ما 4 نفر بودیم در مقابل این ادبای سبعه. بله. یعنی مانند سعید نفیسی، رشید یاسمی و دیگران. غزنینی، فروغی، فروزانفر نبودن آقا؟ نه اونا نیست بالاتر. اینا 7 نفر، اونا یک درجه بالاتر بودن. فروزانفر و فلان اینها. احمد بهمنیار اینا چطور؟ اینا نبودن؟ نه اونا جزو این دسته نبودن. این دسته اسمشون همه جا در روزنامه ها بود، بیا برو داشتن و ما اصلا داخل آدم نبودیم. ما جوجه هایی بودیم که از صبح در آمده بودیم و اسم اونها شده بود ادبای سبعه. بله. یه روزی مسعود فرزاد به من گفتش که خب اگر اونا ادبای سبعه هستن، ما هم ادبای ربعه هستیم. گفتم آخه ربعه که معنا نداره که، اولش قافیه داره و این خوبیش همینه. به همین جهت ما اسم ادبای ربعه گذاشتن. من البته اینجا یه جا دیگه شاید گفتم، محسودم تحقیر این آقایون نیست. من میخواستم هوای حال و هوای اون روزی که ما داشتیم که اینها ادبیات شناس بودن، ما میخواستیم ادبیات خودمون بسازیم. فرق ما با هم در این بود. در این زمانی که ما اونجا جمع شدیم، مجتبی مینوی تازه از انگلستان برگشته بود و خودش در جایی نوشته است که این دوره کاروری و کاربری ما بود. و در همین زمان است که مینوی نامه تنسر رو نوشت، نوروزنامه رو نوشت، اطلال شهر پارسه رو منتشر کرد و ویسورامین و مقدمه‌ای که او بر مازیار صادق هدایت نوشته است. او مقدمه نوشته آقای تو؟ او مقدمه باید، یعنی نمایشنامه رو هدایت نوشت و مینوی مقدمه نوشت که چه دوره‌ای بود و مازیار در تحت چه شرایطی سر کار آمد بود. باید و از جمله کارهایی که مینوی کرد همین ویسورامین بود. ویسورامین فخرالدین آزاد گرگانی. باید با محتوی این داستان آشنا بود تا فهمید که چرا مجتبی مینوی به محفل هدایت به این اثر توجه کردن. داستان از این قرار است که از این کتاب که ظاهراً در زمان اشکانیان نوشته شده، یک نسخه به زبان پهلوی پیدا شد و این نسخه را اسفندیار آدمی به زبان فارسی درآورد. یک نسخه هم به زبان گرجی پیدا شد، ویسورامین، که اونها هم حالا
جزء آثار ادبی خودشون منتشر کردن. یعنی گرجستان منظورتون آقا؟ در گرجستان بله. هدف صادق هدایت زنده کردن تاریخ و فرهنگ ایران رو گذاشته بود و تحت تأثیر این اندیشه مینوی زحمت کشید و واقعا بیس و رامی رو منتشر کرد. یکی دیگر از تألیفات مصطفی مینوی نوروزنامه بود، با چاپ و صحافی و پشت جلد آبی انتشار یافت. برخی از مخالفین و دانشمندان معتقدند که این نوروزنامه مال خیام نیست، اما برای صادق هدایت این موضوع مهم نبود که آیا خیام نوشته یا یک کس دیگری، و اما شرح آداب و رسومی که با نوروز، با جشن نوروز ارتباط داشت، این رو خواستن اینها زنده کرده باشد. پس از یک شرح مفصلی که چگونه نوروز کشف شد، مفصل راجع به جشن نوروز گفته می شود. تمام این حوادث، یعنی تمام این شهر با قصه هایی آراسته می شود. از جمله جالب این است که چگونه درخت مو به ایران آمد. این رو هما از زهر دندان ماری گرفته بود و این رو پرورش دادند و از آن مو به دست آمد و از آن شراب داشتند. با تقدیم پسر بچه قصد زیبایی بوده است و شرحی درباره زیبایی در این کتاب گفته می شود. بزرگداشت دوره ساسانیان که صادق هدایت اون را عصر طلایی تاریخ ایران می‌دانست، باعث انتشار این نوروزنامه شد. آقا معذرت می‌خوام، خود آقای مینوی یک کتاب نام شاهنشاهی ساسانیان هم فکر می‌کنم. اجازه فرمایید اینها مال بعدشه. من فقط این دوره رو میتونم چیز بکنم. بله. اگر بخوام که آثار مینوی نمیخوام راجع به بخوام سمت و سو رو بخوام صحبت کنم. این سمت و سو ادامه داشته در مینوی. شاهنشاهی ساسانیان بله نه خیر. این حالا که اسم شاهنشاهی ساسانیان آوردید، این شاهنشاهی ساسانیان باعث شد که مینوی حتی از اقرا گفتوشن از ایران تبعید شد. رشید یاسمی هم برداشته بود از روی کتاب کریستنسن دانمارکی یک ترجمه کرده بود و چون رشید یاسمی عضو در دربار بود اونجا ظاهرا من دلیل ندارم، اما اون چیزی از دوروبر مینوی زبانی که در ایران بود و وقتی که از ایران خارج شد شنیدم، به تحریک او که مینوی مجبور شد از ایران خارج شد و رفت در BBC اونجا مدتی سخنرانی کرد که کارمند اونجا شده بود در واقع. برای کارمند اونجا شد. دلیل پس از این به ایران برگشت. پس از 5 سال که جنگ تمام شده بود به ایران برگشت. چی می‌خواستم بپرسم که شاهنشاهی ساسانیان با سیاست عمومی تفکر دوران پهلوی همسویی داشته، به خاطر اینکه اونا از زاویه ناسیونالیسم بزرگنمای تاریخ شاهنشاهی از دید رضاشاه، همین در کریستیانسن چه زمان محمد، منظورم میخوام بگم، منظور از این سوالم این بود آقای علوی که
این تفکر که در بین صادق هدایت، شما و این نسل روشنفکران اون دوره بود، البته من همسویی هایی با سیاست ایران باستانگرایی حکومتی رضاشاه از یه زاویه‌های تشابه داره، از یه زاویه‌ای تعارض پیدا میکنه. تجدد خواهی رضاشاه در چارچوب ایران بزرگ در واقع استبداد حکومتی هم دنبال خودش داشت، ولی جوانانی مثل صادق هدایت و شما که در واقع در اروپا تحصیل کرده بودید، یک دوره ناسیونالیسم رومانتیسم اگه اسمش بذاریم، راسیونالیسم تجددها که با اون تعارض پیدا میکرد، در این قشر از روشنفکران به وجود آمده بود که قبل از شما هم میلیون ایران تقی‌زادی‌ها که در آلمان بودن یا کاظم‌زاده، اونها همچنین، یعنی گذشته ایران رو برجسته می‌دیدن و حال رو به شکل دیگه. من خواستم از این زاویه نظر شما. این کاملا صحیح است، ولی آیا دانستی این طرز تفکر ترویج میشد یا من نمیدونم. اما این حال و هوای روزگار بود. یعنی پس از جنگ بین المللی اول ایران که تحت نفوذ انگلیس و تا اندازه روس گرفته بود، یک نوع تمایل به گذشته ایران، به گذشته ایران مستقل که هر شنوی از خارجی ها نداشت وجود داشت. بله. و اینها، من نمیگم ماها، اینها این رو تشویق میکردن. اما شما شاهنشاهی ساسانی که گفتی مال مینوی تعارض پیدا کرد با اونچه که رشید یاسمی درباری نوشته بود. از این جهت مینوی مجبور شد از ایران خارج بشه و به فرنگستان. خواهش میکنم. بله. اما برگردید به صادق هدایت. بله. که نقل مجلس ما بود، خودش فعال بود، زیاد کار میکرد، دائما در سفر و در حضر یادداشت برمی‌داشت. از نتیجه سفر او به اصفهان نصف جهان است. بله. نتیجه سفر او به مازندران مازیار است. میرفت اینجا رو میدید، یادداشت میکرد و میآمد. گاهی هم که مثلا ببینید من دارم یه قدری پیش دستی میکنم. نتیجه سفر او به برامین شگ ولگرد بود. آقا این مقدار توضیح بدین راجع به این. بعد میرسم به شگ ولگرد. خواهش میکنم. شما عجله ندارید. خواهش میکنم. هم ماجار گفته میره. این صادق هدایت مشوق همه ما بود در تألیف و تحریر. یکی را به تألیف تشویق می‌کرد، یکی را به ترجمه، سومی را به نمایش نویسی
و صحنه پردازی، هر کدام از ما کاری را که در دست داشتیم می آمدیم برای همدیگر در کافه یا در خانه می خواندیم و هم باکی نداشتیم که از این که خودمون برنجیم یا دیگران را برنجانیم. خود صادق هدایت هم داستاناشو میخونده ها یا نه؟ بله، خود صادق هدایت هم اونم می آورد. البته می آوردش. و حالا که این رو گفتید باید چیزی بکنم، هر کدوم از ما هم یک، نه اینکه گل بیعیب بودیم، ما هم نواقصی داشتیم. صحیح است که با هم دوست بودیم و سازش با هم داشتیم، اما انتقاد هم از هم می‌کردیم. صادق هدایت در نوشتن یک قدری بی احتیاط بود، یعنی گاهی جمله ها با هم نمی‌خواند. مجتبی مینوی ملا نقطی بود، می آمد میگفت این جمله درست نیست، اینجاش غلط، اینو باید درست کنم. تا اونجایی که من بود برای صادق هدایت موضوع مهم بود. حالا این سبک مطابق قوانین ادب و دستور زبان فارسی هست یا نیست براش اهمیت نداشت. از این جهت مجتبی مسعود فرشاد خود بود، یک دنده بود. او حاضر نبود به این آسونی چیزی را تغییر بده. مثلا تغییر بده. مرکز توجه ما گذشته ایران و دوران باستان اسلامی بود. آثاری که از زبان بیگانه روایتی با وضع ایران جور در بیامد، اینها رو تشویق میکرد که برو بخون، بنویس، ترجمه کن، یک کاری انجام میده. و واقعا صادق هدایت مشوق بود و اون بود که این 4 نفر و دیگران را، بعدها نوشین، خانلری و نمیدونم رضوی هم بود. حسن رضوی کار ادبی نمیکرد، حسن رضوی از دوستان خیلی نزدیک او هدایت بود و با هم از بانک ملی با هم آشنا شده بودم و می آمدن و او زیاد کارهای ادبی اون زمان نمیکرد. مثلا همون زمان که میگفت که نامه تمشر بنویس، نوروزنامه ترجمه کن، یا اینکه مرا وادار کرد که حماسه ملی ایران، یعنی داس ایرانیش ناسیونال اپوس مال نالیکه رو ترجمه کنم. این اثر رو، از این اثر یک ترجمه انگلیسی وجود داشت. من میرفتم صبح در خانه مینوی می نشستیم، آلمانی رو با فرانسه چیز میکرد، با انگلیسی من ترجمه میکردم، او تطبیق میکرد. ولی چیزی که من از مینوی یاد گرفتم به این است که حافظه عجیبی این مرد داشت. مثلا اگر نلدکه به یک شعر شاهنامه اشاره میکرد، مینوی میتونست که این شعر در کجای شاهنامه است فارسیشو پیدا میکرد. این خاطره او، حافظه او چیز وحشتناکی بود و من از او یاد گرفتم که چجور باید دقیق کار کرد و همیشه مدیون او هست. در همین سالهای 1309 که صادق هدایت به ایران آمده بود تا 1316 ببینید اینا دیگه دقیق، تا 1316 که من به زندان افتادم، نوشین در بحبوحه نمایشنویسی و صحنه پردازی بود.
این فن رو نوشین در پاریس آموخته بود و آلن درون، یک هنرپیشه معروف فرانسوی که هنوزم کار میکنه، با او همکاری داشت. در صورت این آمد به ایران به مدتی. پس از اینکه چند نفر، یعنی با چند بازرگانی که در این زمینه علاقه داشتند، یکی پیدا کرد که با او قرار گذاشت که تمام امور هنر تئاتر با من است، خرجش، امور مالیش در دست تاجر که اگر اشتباه نکنم یکی از اینها آدمی بود به اسم عمویی که با او این قرار رو گذاشتن و با وسایلی که در اون زمان از لحاظ فنی مثل چراغ و نورافکن و غیره وجود داشت و با هنرپیشگانی که اون روز هیچ تمرین نداشتند و فقط روی شوخ به تئاتر رو کرده بودند، مثلا همین شباویز و خاشه و دیگران با اینها چیزا صحنه هایی بعد روی پرده آورده شد. کاری که عبدالحسین نوشین کرد این بود که مینوگی اینها و هدایت به گذشته ایران می‌پرداخت. نوشین می‌کوشید نمایشنامه‌هایی رو روی پرده، روی صحنه تئاتر بیاورد که با اوضاع احوال ایران جور در بیاورد. مثلا اولین نمایشی که در آن نوشین گل کرد توپاز بود، مال مارسل پانیول که در سال 1928 در پاریس نمایش داده شده بود. نوشین با جور کردن حوادث این نمایشنامه با اوضاع ایران و تغییر نام‌ها به فارسی توانست موضوعی را روی صحنه بیاورد که مورد توجه ایرانیان بود. پس این خود مردم نیستند که موجب فسادند، بلکه زمان دارند. توپاز با اسم فارسی اون شریف معلم بوالهوسی است که در یک مدرسه شبان روزی کار میکنه و چون تسلیم کلاشی و شیادی نمی شود، نان او رو می برند و او رو از اونجا بیرون می کنند.
بعد این شریف همدست کلاش دیگری می شود و بعد از مدتی پی می برد که شریک دزد و رفیق قافله بوده و تصمیم می گیرد که از این به بعد خودش همه کارش شود و این است که زمام امور رو از دست اون همکارش بیرون میکشه، ترقی میکنه، پولدار میشه و همه چی میرسه و یعنی عقلش میرسه که خودش بیتوانه همه این کارها را چیز بکند، یعنی امور فساد میشود خود این آدم شریف. در نقش شریف عبدالحسین نوشین چنان گل کرد که توانست برخی از هنرپیشگان رو برای هنرپیشگی تربیت کند. آقای علوی اینجا راجب نوشین، راجب این داستانی که الان مطرح کردی نشون میده که دید اجتماعی سیاسی معینی رو نوشین دنبال میکرده. بله من جوابتون بگم. نوشین در پاریس با چپی های فرانسه آشنا پیدا شد و حتی موقعی که در فرانسه چیز داوطلب برای جنگ با اسپانیا جلب کردن، حاضر شد که به اسپانیا برود و در اونجا بجنگد. خیرها هم همچنین، ولیکن اما بنابراین اونها از همین پاریس توجهی به چپ داشتن و سوسیالیسم داشتن. بله داشتن. اما فرانسوی ها یعنی اسپانیولی های داوطلب جستجوگر گفتند ما نمیتونیم شما رو بپذیریم، یا باید که فن نظامی یعنی حزبی شما رو معرفی کنه. شما رو کی معرفی میکنی؟ ما شما رو نمیشناسیم. اما البته به اسپانیا نرفتن، منتها اینها از پاریس یک تمایلات سوسیالیستی و چپ همراه خود آورده بودند و البته من نقش خودم رو نمیخوام اینجا ببرم، با نوشین دوست بودیم از وقتی که اوضاع به هم خوردنی رضاخان داشت میشد. یکی از اولین کسی که به دیدن اومد مصطفی فاتح. یعنی از زندان اومدیم بیرون؟ هنوز از زندان بیرون نمی‌بودن. شاه داشت میرفت، اولین کسی که به دیدن من آمد مصطفی فاتح بود. مصطفی فاتح با نبیل با سمیعی که رئیس شهربانی شده بود، خب اینا هم دیگر میشناختن دیگه، آمد و به من گفتش که تا مرخص میشی. اما دسته اول رو که سن دانشان به 5 سال و 7 بود اینها رو مرخص کرد. اسکندری اینا رو؟ بله. مال من چون 7 سال بود بیشتر بودم، به من آمد گفتش که تو هم مرخص میشی، عجله شد. بعدم نوشین آمد. نوشین اگر اشتباه نکنم هنوزم ندیدم، برای من یک دوره چیده بود، یک پولوور تو زندان. در زندان. بله. بنابراین ما با هم سابق دوست داشتیم و اونم میدونست که مرا برای چه به زندان آورده بودن. بله. مصطفی فاتح برای من مقداری مجله انگلیسی برای اینا را آورده بود و همین ها بودن که توی جلد دشتی رفتن و در مجلس نوت کرد و اسم من رو توی مجلس آورد که شما میگید که زندانیان سیاسی آزاد کردید، آزاد نکردید. بزرگ علوی هنوز در زندان نشسته توی مجلس. این شهریور 20 دیگر رو آورده. این شهریور 20 آورده و من و قانون عفو عمومی رو دادم، چون شاه فقط تا یک نمیدونم تا چند سال میتونه مرخص کنه. اینها قانون عفو عمومی رو گذروندن که اون همه ماها
حساب از جمله من مرخص شدم. بنابراین قولی که مصطفی فاطمی داده بود انجام گرفت و اون وقت دیگه هم چند روزی همه این دوستان هدایت نمیدونم مینویت تهران نبودش، اینا میوردند و بعد من دیدن میکرد. یک هنری که دیگر نوشین در نشان داد که شایسته و برازنده است، نمایش پرنده آبی و از بلو مال متلینگ بود. در اینجا نوشین، ما خوب یادم میاد که نوشین خودت روی سن بازی نمیبینی؟ گفت نه این دو تا بچه نمیبینی اینا من و موضوع پرنده آبی برای اینکه آدم بدون شما چیه ارتباطی با چیز داره، با این شعر فارسی داره که آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. این جنبه خیالی و وهمی این اثر دور از ذهن مردم تهران بود، اما چیز نوشین نتوانست در اینجا اونجوری که در توپاژ گل کرده بود گل بکنند. فقط کسانی که وارد بودن میدونن که این دو تا بچه که عقب پرنده آبی میگردن و بعد میبینن این پرنده آبی در خونه خودشون است، اینها متوجه شدن که نوشین چه کار مهمی انجام داد. برعکس در ولپون از بن جونسون که دو نویسنده سرشناس فرانسوی ژول رومن و آلمانی استفان سویگ در آن تجدید نظر کرده بودند، نوشین توانسته بود واقعا هنر خودش رو نشان بده. تو ولپون؟ در ولپون. ولی ولپون قبل از پرنده آبی بود آقا دیگه. ممکنه حالا باشه. بله. ممکنه باشه. حالا بله مسئله نیست. بله. میفرمودید. تو ولپون گل کرد. بیشتری کرد. ولپون یعنی روبا. روبا. در ولپون این موضوع برای روشنفکران ایران عادی بود. ببینید من وقتی میگم مردم ایران نمیبرن، مردم ایران تئاتر میرفتن، کتاب هم نمیخوندن. خود کتاب نمیخوندن. باید واقعیت وقتی میگن مردم من اینجا فقط روشنفکرانی و خودش اینایی که اینایی که لایه درس خونده ها که امکان مالی هم تونستن داشته باشن بیان. اینا به تئاتر میرن. موضوع برای اینا عادی بود، چون دوربر خودشون فساد، دروغگویی، تهمت اینها رو میدیدن و خوب میتوانستن بفهمن. ولپون این روبا خود رو به بیماری میزند که دارد که رو به مرگ است و به همه دوستان خبر میدهند و اونها برای او هدیه های جور و جور میآورند. یکی زن خودش رو هم میآورند برای اینکه با امید اینکه او خواهد مرد و مقداری از اشانها به آنها از ارث ولپون روبا به آنها میرسد. کسی که واسطه این شیادی موسکا هست. موسکا یعنی موش. موسکا موش و وقتی که در آستانه مرگ است، برای اینکه این فریب خورده ها را بیشتر بچزاند میگوید که من تمام دارایی خود را به موسکا بخشیدم که اونها حریص‌تر بشن. اما موسکا تصور میکند که میتوند روی دست
استادش بزند. اینی که خود را وسیع حقیقی قلمداد میکنن. حالا این آخر این چیز رو دو نفر فرانسوی و آلمانی کمی تغییر دادند و گفتن که چیز اون دقیقه آخر قبل از مرگ ولپن خودش رو برای اینکه اختیار دست مسکو در بیاورد خودش اقرار میکند که من چیز هستم، من این شیاد و کلاش و فریب دهنده هستم. نتیجه این می شود که محکمه تشکیل می شود و به قولی جوان توی دیومه عدالت اجتماعی برقرار شود. اونجا همه رو محکوم میکنن، بلپل رو و رو مسکو رو بکنن. به روایتی دیگر این است که خود اصل بنجلسون شاید اینطور نبوده، مسکو ظاهراً داد میزند در تمام شب که بیایید و من این چیز رو، این تبول رو میان شما تقسیم میکنیم. حالا این دو جور آخری. در هر صورت نفر سومی که در میان ما بود مسعود فرجاد بود. شعر میگفت، با دیوان حافظ برمی‌رفت و یک عمر سر تچییح و تحقیق دیوان حافظ کار کرد و زمانی هم خود را به وزیر دربار علم چسباند و استاد دانشگاه شیراز شد. بعضی از انگلستان برگشت آقا؟ بله. و یک جلد آن را به اسم حافظ گزارشی از میرا در سال 1352 انتشار داد. نمیدانم که آیا تمام اثر او به چاپ رسیده است یا نه، اما اینو میدانم که حافظ شناسان بر او خورده گرفتند و دکتر حسین علی هروی نقدی بر این کتاب نوشته و بسیاری از تصحیحات او را نادرست قلمداد کرده. اما یک نکته باید درباره مسعود فرزاد بگم. مسعود فرزاد خودخواه بود و واقعا تصور میکرد که با حافظ کاری انجام داده که دیگر هیچ کس حق ندارد درباره حافظ اسمی ببرد. این نظرش بود. اما دوستی دیرین مابین مجتبی مینوی و مسعود فرزاد به دشمنی کشید. زیرا مینوی در لندن در گفتگویی به فرزاد تذکر داده بود: ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو میروی به ترکستان است. مسعود فرزاد راجبون میتونستم بیشتر بگم، اما شکاریست، او هم فوت کرده، زندگی کرده و میدارم که زندگی خوشی نداشته. من روزی در لندن به قبرستان رفته بودم، به قبرستان از دور زنی را دیدم که اونجا به نظرم ایرانی بود، همراه خواهرم بودم. خواهرم رفتم پهلوش و آمد گفت این میدونی زن کیه؟ گفتم گفت این زن فرزاد بود. من رفتم نگاش کردم، دیدم این فولی توی
من رو آمدم خواستگاری تو مسعود فرزاد منو فرستادم اونجا. گفت بله میبینی اینجا من این دخترم است با ماشین آمدم الان اینجا این قبر فرزاده تو انگلستان دفن شده بود؟ بله سفته داده و نمیتونم پولشو بدم. دولت اسلامی هم به من وعده میده ولی تا به حال هیچ چیزی نداده. وضع ناگواری داشته. من واقعا سخت متاسف شدم. دیگرم او رو ندیدم. بطول اسمش بود که مسئول فرزاد اسم فخوری گذاشته بود. تو تهران ازدواج کرده بود زمانی که بودین؟ من رفتم خواستگاری اینا خوب فوری شناختم. گفتم بس اون خیلی خوب نیستش، حال نیستش. حالا سربار دختر اون هست. این مسئول فرزاد. صادق هدایت بیشتر آثار خود را در این سالهای 1306 تا 1316 که من به زندان رفتم و از جنگه آنها خارج شدم انتشار داد. من درباره صادق هدایت اینقدر گفته و نوشتن که من ضروری نمیدارم اونها رو شرح دارم، اما اسم اونها رو باید ببرم. زنده به گور 1309، پروین دختر ساسان 1309، سقطرخون 1311، سایه روشن 1312، علوی خانوم 1312، مازیار با مقدمه مینوی 1314، وقت صاحب با فرزاد 1313، بوف کور را که در بمبئی در سال 1315 منتشر کرد در این دوران نوشت. من اون را خوانده بودم. تو ایران آخونده بودیم بوف کور رو در زمان 1315 برگشته بود. آیه هدایت برگشت بود. بوف کور همراهش آورده بود، دست خط دست نوشته بود دیگه. نه من قبلا دست نوشتهش رو خونده بودم. همین خاطر شما فرمودی خونده بودم خواستم مشخص بشه از درش. گفت یعنی من قبل دیگه از 1316 بله زندان برم خوندم. در بمبئی هم 50 نسخه چاپ کرد. 50 نسخه بیشتر چاپ نکرد. بله و اینا رو برای جوانزاده فرستاد. بله. پس برخی از داستان‌های صادق هدایت که خودش نوول می‌نامید مانند آبجی خانوم، داوود گوشپشت، سگ برگرد، مردی که نفسش را کشت، آثار ماندنی به نظر من در ادبیات ما خواهند ماند. سرچشمه بیشتر داستان‌های هدایت مشاهدات و تجربه‌های شخصی اوست که بر مبنای افکار و آرزوهای سرخورده، آرزوهایی که به یأس منتهی شده بود تفسیر کرده و آنها را حقیقت محض تلقی کرده است. ببینید آبجی خانوم اینو بگم باید اینقدر آدم‌های بی شرم و رو و پر رو و نادان و خودخواه و دانشمند و محقق و شیفته ادبیات عصر ما درباره صادق هدایت کتاب و مقاله نوشتن که برخی را
خوانده و ناخوانده دور انداختم و بعضی ها رو با کمال دقت و علاقه خوانده‌ام و هنوز هم که درباره صادق هدایت اثر نوشته آثاری نوشته شده می شود، من آنها را گاهی میخوانم و گاهی دور میاندازم. سگ ولگرد روزی در چمنزارهای خوش و خرم زندگی میکرد و بد روزگار او را به ایران انداخت و در اینجا زندگی سگی، زندگی که یک سگ در میان مسلمانان نصیبش شده میچشد، زندگی سگی را در ایران میچشد. نصیب او ضرب و تیپا و گرسنگی و بدبختی است، تا آنکه روزی مردی ناشناس به او کمی شیر برنج داغ میدهد و او لذت زندگی و محبت را میچشد، اما این مرد نمیماند، سوار اتومبیل میشود و میرود و این سگ اینقدر دنبال او میرود تا دیگر نفسش در نمی آید و همونجا می ترکد و می میرد. تمام حواس خود را از دست میدهد و جان میدهد. نویسنده با چند کلمه مقدمه محیط برآمیز را شرح میدهد. خیلی آسان است تصور کرد که مرد خود صادق هدایت بود و سرنوشت خود را با سرنوشت این سگ ولگرد مقایسه کرده و واقعا زندگی خودش رو بیان کرده که به نظر من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آباد. من گمان میکنم یکی از بهترین داستان‌هایی است. یکی دیگر آخه چون کتاب چاپ کردی قبل از نوشتن خوندین در گفتگوهای خصوصی راجع به تم داستانی که از ورامین گفتین گرفته، یعنی یک بار به ورامین رفت واقعا همچین داستانی به چی رسید یا زمین‌های وجود داشت؟ صحبتی با شما یادتون هست چی بوده در مورد سگ ولگرد تمش؟ ولی وقتی که مقبوری رو خوندم همه ما خوندیم بودیم که عجب تصویری از خودش گفت، پیش خودش گفت بودیم. بله. اما نه اینجوری که حالا من فکر میکنم، اون روز حدس بود، اون روز وهم بودش. ما میدونستیم که این مرد یک زندگی عادی نخواهد داشت و که اینجور بلند میشه میره در پاریس و خودش رو میکشه، این رو نمیتونستیم تصور بکنیم، اما میدونستیم که 2 مرتبه سعی کرده خودش رو بکشه. یک مرتبه خودش رو دست انداخته و بعد رو نجات داد. آقا شما علت این حالتی که هدایت داشته به عنوان سالهای که زندگی دوران جوانیتون بود دیگه، این سرخوردگیش ریشه‌هاش از کجا؟ خب پیچیده است، یه مورد نبوده، عوامل مختلفی عمل میکرده. شما عمده‌ترین عواملش در چی دیدین به نظر شما آقای علوی؟ سرخوردگی از وضع ایران، از ظلم، از دیکتاتوری، از استبداد. این هیچ وقت میدونید در اون زمان این بود که در توی سینماها و در کافه ها وقتی موزیک شنیده میشد
همین بیبایی موزیک شاهنشاهی بسته صادق هدایت در این تو موارد همیشه توی مبانی شده، هیچ وقت بلند نشده. یعنی از سالن میرفت دستشویی؟ من از سالن میرفت دستشویی برد یا میدونست که کی بیاد در چیز که بلند نشید. ما همیشه دیرتر میرفتش در وقت این تنفر و پیشانی در وجود او بودش و میدید که این همه کار میکنه، این زحمت میکشه، هیچ کس به اشبو توجه نمیکنه، ولی امثال اونایی که ربعی که گفتم همه کار هستن، سبعه شناس و طبیعه شدنه و در وزیر شناس و طبیعه شناس هستن. اما که آثار رو بعضی آثارش رو خودش رو با 300 دوسته منتشر میکرد، به پول خودش چاپ میکرد. اینها رو میدید و خب دیبایستی بیچار بشن. خب بذارید بریم سر بعد. خواهش بعدی که نفس خدا گفتم تصویر مؤمن خشک مقدسی که در ویرانه های اوهام و خرافات گیر کرده و ناگهان متوجه می شود که مراد او شیادی است شکمنده و هیچ که نقابی در خشک مقدسی به صورت خود زده و پری کار است. چاره این درد بی درمانی جز مرگ چیزی نیست. یکی از بهترین داستان‌های او به نظر آبجی خانمه. اگر حوصله کردید بخونید. شاید یکی از بهترین نمونه ها و سرمشق فن داستان نویسی است. در شهریور 1309 نوشته. تهران نوشته ها؟ بله. توجه به رنج مردم چیز که بدبختی و مصیبت را با شدت بیشتری احساس می کنند و با کنش شدیدتری روبرو می شوند. در این داستان کوچک برجسته و نمایان می شوند. جوی که دو خواهر و مادر و همسایگان در آن با سرنوشت در می افتند و حدی مصیبت بار است که هر خواننده می تواند عاقبت این آبجی خانم را تصور کند. یعنی چهره‌هایی رو پرداختی، چهره‌هایی رو مجسم کرده که این چهره بی‌بایستی که به بدبختی به مرگ منتهی شود و این هنر اوست. حالا چرا؟ خوشگلی ماهرو و زشتی خواهرش مایه اساسی این داستان است. یک بار برای آبجی خانم پیشابت کرد که شوهر کنند، اما گفتند که این زن اینقدر زشت است که این خوشبختی نصیب او نشد. اما یک عمر مادر و کسان دیگر به او زخم زبان می زدن، سرکوف می زدن که تو زشتی و کسی تو را نخواهد گرفت، چرا اینقدر بدگوشتی می کنی؟ اما وقت عروسی ماهرخ است و می بیند، به چشم می بیند که بعد از بکتن و بکو این دو کنار هم نشستند و می بوسند. برای جلوگیری از این بدبختی به نماز و روزه و وعظ و مسجد و
آخوند پناه میبرد و بعد شب عروسی میبینند که آبجی خانم نیست. صبح روز بعد نعش او رو در چیز میبینند، روی حوض میبینند. هدایت، حالا چرا هدایت با این داستان مجسمه خودش رو ساخت به نظر من، یعنی هوش و ذکاوت و هنر خودش رو نشان داد. همون آبجی خانم دارید میگید؟ بله. هدف برای ایجاد این محیط، هدایت برای ایجاد محیط از اصطلاحات تو دل بروی که در اون زمان کسی برایشان حق حیات قائل نبود حد اکثر استفاده کرد. من چند تا اصطلاحات رو میبرم. جنگلی، تحتقاری، قری و فری، شیربها، دیشلمه، دیزی، وسم جوش، چشمهای شلخته، چشمهای لط زده. چی چشمهای چی آقا؟ چشمهای لط زده. لط زده. ششنداز، گوش تلخی. چنان با تقدیسی از این اصطلاحات استفاده کرده که خواننده میتواند جو این خانواده رو برای خودش منعکس بکند. محیطی که برایش آشناست. این اصطلاحات رو به کار نمیبرد مردم، اما وقتی که شما آنجا از شش انداز و دیشلمه و خری و فری میبینید که چه محیطی چیز آبجی خانم گیر کرده. هدایت با به کار بردن این واژه ها زبان فارسی را غنی کرد و باعث شد که عده‌ای از نویسندگان بعد از او راه او را پیش گرفتند و به ترقی ادبیات معاصر ایران یاری رساندند. یکی دیگر از داستان‌های ماندنی او داوود گوشپشت است. صادق هدایت در سرنوشت سگ‌ها و حیواناتی که دور بر او بودند دقت میکرد. بصیرتی داشت. من خانه‌ای داشتم که مال خانواده مسعود فرزاد بود. میز تحریری داشتم. بعد از ازدواج آقا؟ بله. بعد از ازدواج که روش چندین کتاب بودش. گربه‌ای داشتم که می آمد روی این کتاب‌های من می نشست و بچه ها که در حیات مدرسه اونجا بودند تماشا می کرد. صادق هدایت کیف می کرد. اینم عاشق زیباییه. اینم آمده اونجا دخترها رو تماشا می کرد. چه احساسی داشت آقا؟ احساس عجیبی بودش، واقعا عجیب بودش. خب این به حیوانات تشریب حیوانات در دنیای اسلام شده که نجس بود، مثلا سگ مثلا نجس بود، از این حرفا نجس شطب و ضرب و بودن. شما هدایت در زندگی اونها شباهتی با زندگی خود میبینند و همواره دلسوز اونها بود. داوود گوشپشت این محبت به سگ را در اینجا هم برجسته میکنه.
قوزکیست، قوز داره، هیچ کس به او نمی کنه. در مدرسه هم بچه ها با او هم بازی نمی کردن. او رو می گفتن تو قوزی هستی، به کار ما نمی خوری. و بعد او یک بار عاشق زنی می شود. این زن به او جواب می دهد مگه آدم قاعدی که بره زن یه قوزی بشه. از اینجا هم سر میخوره، از این هم سر میخوره. بعد یک شب در تاریکی صدای زنی رو میشنود، میبیند که این زن همون زیبنده است که یه روزی گفته بود که به چیز زن قوزی چرا بشم. اما این زن کور است. او هم داوود گوش پشت را نمیشناسد. فرار میکنه، سگی را میبیند، از سرما سر سگ را روی شیره‌اش میگذارد و میبیند که اون سگ هم مرده است. این جرده ادبی مسلماً در پرورش و توسعه ادبیات معاصر ایران راه تازه‌ای را به جوانان تازه کار داد، جوانانی که پس از او آمدند، مانند صادق چوبک و من دیگران که نمی‌خوام. اینها برای کهنه پرستارانی که ادبیات شناسی را ادبیات میدانستند یک نوع تو دهنی بود. آقا عکس العمل هم نشون داده بودن غیر مستقیم؟ نه، هیچ معامله‌شو نمی‌ذاشتن. مسخره‌شو می‌کردن. اینها در واقع ادبیات اروپا هم شما معرفی کردین به نوعی دیگه. غیر از اینکه در ادبیات نقش بستین، معرفی ادبیات اروپا هم به جامعه ایران این دوره نقش داشتین. البته و من نخواستم که همه چیز رو بگیم، اما اینو میشه بله. اما از آن نباید نتیجه شود که آنها که ما این گروه گل بی عیب بودن و هیچ نقصی نداشتن. چنین چیزی نیست. بختیار من شد که به این گروه پیوستم. جوجه‌ای بودم که تازه از تخم بیرون آورده بودم. یک کتاب دارم، یک چند کلمه راجع به خودم می‌خواستم. خواهش می‌کنم. یک کتاب ترجمه کرده بودم که البته که تا توجه قرار نگیره. چی بود آقا اسمش؟ یادتونه؟ دوشیزه اورلهان بود. دوشیزه اورلهان بود که من در تهران چاپ کردم و صادق هدایت که اهل مقدمه نویسی نبود برام یک مقدمه نوشته و این مقدمه را هست، اگر خواستید هم بهتون نشان میدم. این سال سن نو نوشتین آقا؟ این نخیر این سال شد. بله در همین سال. حالا چیز چم نوشته. جالب. حالا نوشته. بله. اما گفتم من داخل آدم نبودم، اما صادق هدایت چند مجموعه داستان منتشر کرده بود. مجتبی میرونی رو داشتیم
که با محمد علی فروغی و بارای بیز محمد خان قزوینی و علی اکبر دهخدا همکاری میکرد و ادبای سبعه مانند نفیسی و دیگری هم نمیتوانستند او را ندیده بگیرند. منظورتون مینوی رو؟ یا بله. ما خودمون میدونستیم که تجربه اونها رو نداریم، دانایی اونها رو نداریم، به اندازه اونها کتاب نخونده ایم و استنباطات ما از ادبیات ایران به اندازه اونها نمیرسد. روزی دهخدا به ما گفت اینقدر به اینها نپیچید مثلا، شما هر وقت پندوزی اونها کار کردید اون وقت با اونها در بیافتید، اونها را زورن، بی خودی به اونها ور میافتید. دهخدا تو جلسه شما میومد شرکت میکرد گاهی؟ به عنوان یه خود از شما بزرگتر بود یا از شما سنش خیلی بزرگتر بود؟ ما 20 سالی بزرگتر بود آقا. حالا که اسم شما رو دهخدا را آوردید. آره دیگه جاش هست آقا. دهخدا ما شبها در یک کافه لاله‌زار در یک باغی میرفتیم و 4 نفری اونجا نشسته بودیم. گاهی دهخدا می آمد اونجا. تنهایی می آمد آقا؟ یعنی تنهایی می آمد، ولی ما خونش می رفتیم، ما رو تشویق می کرد، خوب کار می کنید. یک دفعه حتی به ما گفته که شما شاهان ادب هستید، ما ریزه خور شماییم. تشویق می کرد ما رو. اون حدی که به حساب حالا با ما در بیافتیم گذشته بود. آقای رئیس مجلس به رئیس دانشکده بودش، دهخدا بود، همه میشناختنش. بله. و گفتش که نصیحت کرد ما توی باغ چه می‌نشستیم، از دور یک حوضی بود، دور این حوض چندانی گذاشته بودن، بالاش همه چراغ چیز بود، چراغ برق بود. به ما گفتش که چرا اینقدر خودتون میخورید؟ ببینید چقدر قشنگی این آب و این گلای شمدانی و این نور و فران میشنم، نرید نزدیک پشه مالاریاز و میکشتتون. بی خودی اینقدر خودتون رو وایدار، خودتون رو اینقدر میخورید. نصیحت میکردش. بله. اما ما میدونستیم که تجربه اونها نداریم، باید خیلی بیشتر میدونستم. اما همونطور گفتم هر وقت به اندازه اونها نوشتید و کار کردید به اونها بتاشید، حالا بی خود این کار را نکنید. ما خود میدانستیم که کمبودهایی داریم. صادق هدایت با وجود تمام فضائلی که از آن بهره مند بود در انشای این مطلب گفتن دیگه قبلا صف سهلنگار بود. برای او اهمیت سبکسری نمیخوره آقا بهش، همون سهلنگاری منظورتونه بیشتر؟ سهلنگاره. بله. سبکسر به این معنای آقا به معنایی که عام میفهمیم نیست منظورتون. بله. همون مجتبی مینوی مرتبه این مسئله گفته که در نقل تیشی انشای، البته اینجا بگم که تیشی نوشته های شما در مقایسه با از شما تعریف کرده، از نوشته های شما توی آینده من یه مقاله خوندم. بله. اگر اشتباه نکنم اون رو دارم. بله. و انشای آقای هدایت رو این سی کرد. بله. اون میخواست محیط رو مجسم بکنه. بله. صرف نظر از این که این عبارت سلیس بود یا نبود. مجتبی مینوی سختگیر بود، آماده نبود کوچکترین پرتی از سبک فخیمی که بدان علاقه داشت صرف نظر کنه. مجتبی مینوی که به قول صادق هدایت تنش و تنیمیز محبتانه قزوینی و
و فروغی خورده بود و محمد خان غزنی دیگه، محمد غزنی گاهی نمیتوانست از جابه فاخری که آنها به تن او دوخته بودند بیرون بیاید. و چهره مردمی سالهای 1310 را بپذیرد. نمیتونست. او غرق در فلسفه و ادب بود، ادب دوران اسلامی، و بدان افتخار میکرد. نوشین یک سره منظم طلب بود، پلیس بود، منظم طلب بود. و گاهی ساعتها بحث ضروری میکرد تا اینکه حرف خودش را به کرسی بنشاند. اما اگر میپذیرو یقین داشت که حق با دیگران بود است. انسان صادقی بود. بعدها در شوروی هم تو حزب تودم که بود همیشه مواضع مستقل خودش از در سیاست هم تا حدود زیادی، حالا اون بحث بعدیه، در مقابل بعد مسعود فرزاد هم تو گفتم خود تو یک دنده بود که گاهی به مرز تکبر می‌رسید. او شعر میگفت همون جوری که دیگران صدها سال شعر گفته بودن، و این صبر نمی‌توانست دلپسند گروه باشد. گاهی می‌کوشید فکر تازه‌ای جرقه‌وار به میدان بیاورد تا توجه دیگران را جلب کند. مثلا یک روز آمد گفت و 2 ساعت سر این کوچه فرعی وایسادم و حرف تمام اینهایی که میادم میرفتن یادداشت کردم. از این ممکن بود چیزی در بیاد، اما ما چیزی از آن در نیافتیم. یا همین که یک عمر سرحافظ نشست و کار کرد و بالاخره معلوم نشد که این حافظ او از حافظ دیگران بهتر است یا نه. اون موقع دل شیدای حافظ رو تو سال 1313 در آورده بودی. صبح بخیر آقای علوی. استدعا میکنم در ادامه صحبت‌های جناب عالی در جلسه قبل آماده‌ام برای ضبط. بفرمایید. گفتگو درباره پرویز خانلری و چوبک صرف نظر میکنم، برای اینکه این خانلری در اون زمان که در سالهای آخر 1314 به گروه به محفل هدایت پیوست، هنوز جوانی بود که تازه داشت معلومات خودش رو برای آیندهش انباز میکرد. در اون زمان او قوره بود که هنوز مویز نشده بود. بعدها ترقی کرد و سناتور شد و وزیر شد و فلان اینها و دانشمند و مدیر مجله.
مجله سخن. بله مجله سخن. در اون زمان البته او آشنایی با ما پیدا کرد که درباره این آشنایی میخوام یه چند کلمه صحبت بکنم. یکی دیگر هم چوبک بود. چوبک در اون زمان چند تا داستان نوشته بود که البته گل کرده بود، بعدها از دوستان نزدیک صادق هدایت شد و وقتی منم که از زندان آمدم با هم دوست شدیم که هنوز هم با هم دوست هستیم و مکاتبه میکنیم و آثار هم دیگر رو اگر من چیزی داشته باشم میخونیم. اما آشنایی با با خانلری از این جهت جالبه که در آن زمان در همین سالهای 1313 14 15 من درست یادم نمیاد، پروفسور ریبکای چکسلواکی به ایران آمده بود. اون در اون زمان داشت راجع به نظامی چیز میکرد، نظامی گنجوی مطالعه میکرد و آمده بود اینجا با بعضی از این نظامی شناسان، از این پیرمردهای نظامی شناسان آشنا بشه و از اونها با اونها کار بکنه. یک روزی جوانکی هنوز دانشجو بود، این رو آمد به این کافه که با توش نشسته بودیم و همراه پروفسور ریبکا معرفی کرد. پروفسور ریبکا یک از داستانهای من رو به چکی ترجمه کرده بود و از این گذشته ایران شناسی بود، ایران شناسی معتبری بود، در وین و در اتریش درس خونده بود و دیگه آدم سرشناسی بود و ما رو میشناخت و شنیده بودی که اینجا محفلی وجود داره. به خواندنی رو دانشگاه در اختیار او گذاشته بود که به او کمک بکنه و یه روزی اون گفته بود که من میخوام برم با این 4 نفر که پیش هم هستن مینوی رو البته از روی آثارش میشناخت، منم که یک داستان من رو ترجمه کرده بود و هدایت هم حتما اسمش شنیده بود، میخوام برم با این آشنا بشم. خانداری گفت آقا اینا جای منزل حسابی ندارن، اینا جوانن تو کافه میشینن. گفت برم تو کافه. آمد و با ما آشنا شد. این حالا که اسم خاندری رو اسم ریبکا رو آوردم، ببینید که این ریبکا چقدر در چیز من تأثیر در زندگی من تأثیر کرد. وقتی که من به آلمان آمدم، یعنی به آلمان شرقی آمدم، این با خبر شد و برداشت در یک چیزی مجله یا مطبوعی به زبان آلمانی یک شرح زندگی من نوشته بود و این شرح زندگی من و اثری که من منتشر کرده بودم، این باعث شد که وقتی به استاد اون ریبکا که نشون دادیم گفت این بهترین معرفی است برای که تو رو در شورای دانشکده من بگم که تو کی هستی و این بود که اونجا به من اول به حساب شبه پروفسوری بعدا پروفسوری دادن. نتیجه همین دوستی با اون مقاله آقا ریبکا در چکسلواکی نوشته بود به زبان آلمانی دیگه. بله به زبان آلمانی اونجا در حالا اینجا کجاست من نمیدونم، میشه پیدا کردش ولی من شاید بتونم پیدا کنم. این خاندری بودش، اما همونطور که گفتم جزو دوستان هدایت شده بود. بعد هم هدایت با مجله سخن همکاری میکرد. چوبک هم بعدها جزو دوستان صمیمی هدایت بود و آثارش رو هم بعداً از سال 1916 به بعد منتشر کردیم.
خب این مربوط به این دو نفر بود. به نظر من را که اسم چوبک آوردیم، اون داستان‌های اولی که اون نوشته شاید بهترین آثار اوست. من به نظر من اون حتی کتاب بزرگ او به اسم سنگ صبور به پای اون داستان‌های اولیش نمی‌رسه. این نظر من است که البته شاید چوبک از این اظهار عقیده من خوشش نیاد. خب این هم راجع به محفل هدایت یا به قول اون روزی ها محفل ربعه